صبح من امروز همینقدر آروم بخیر شد. زود بیدار شدم، یه قهوه درست کردم و به کارم رسیدم. ایدئال من. واقعا که هلند کشور گل هست. این دسته گل یه موندگاری فوق‌العاده داره. خیلی راحت تا 2 هفته میتونی نگهش داری. رازش چیه؟ آب ولرم و گله خشک ازش جدا کنی. امروز روز اسکواشه. اسکواش یه بازی فوق‌العاده و مهیج 2 نفره است که توی فضای کوچیک و بسته به نام کورت بازی میشه. امروز روز اولیه که ما اینجاییم. لازمه این بازی یه زمینه و 2 تا راکت و توپ که میتونی خیلی راحت از چند روز قبل رزرو کنی. یه نفر خوشحال اینجاست که بهت بگه برای این بازی به توانایی فیزیکی و استراتژیک نیاز داری و بس سریع عمل کنی. زمین اسکواش یه فضای مستطیلیه که داره دیوارای 4 گوشه. یه سری خطوط هم روی زمین و دیوارا قرار گرفته. شامل خط میانی، چسبی، سرویس که برای مشخص کردن محدوده هاست. هر بازیکن باید توپو به شکل متناوب به دیوارا بزنه. بعد به حریفش بده. حریفم باید توپو درست بزنه و برگردونه. هدف اصلی اینه که توپو به شکل صحیح بزنید و حریفتون نتونه برش گردونه. امروز یه تجربه فوق‌العاده بود. بهت پیشنهاد میکنم با شریکت یا پارتنرت حتما این بازی و ورزش رو انجام بده. ما امروز فست بودیم. بعد از ورزش فستمون رو با شیک پروتئین باز کردیم. بعدم دست به کار شدم تا یه ناهار کربوهیدراتی پروتئین خوشمزه درست کنم. ناهار یکی از وعده‌های مهم در طول روزه. چون بهترین زمان برای مصرف کربوهیدرات روزانه‌ته. ناهار امروز فیله مرغ که جدا با سبزیجات سرخ کردم. همراه با سس گوجه، پستو و جعفری همرقاتی کردم، گذاشتم یه رو پخت. بعدم قسمت سخت آشپزی، مرتب کردن بعدش. این هم نتیجه. بعد از یه ورزش حسابی و غذای حسابی تر یه خواب حسابی هم میچسبه. مرسی که با من همراه بودین. تا فردا. خدافظ.